با استقبال 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو پیامی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان رئیس دانشگاه تصمیم گرفت که دوام نیم ساله دوم سال تحصیلی جاری ماهنامه قهرمان تاجیکستان را دایر نماید. طبق لایحه هر ماه برگزاری سلسله چهاربینی‌ها راجع به حیات و فعالیت قهرمانان تاجیکستان پیش بینی گردیده. هدف از برگزاری این چهاربینی‌ها شناسایی شاگردان با کار و پیکار چهره‌های نمایان ملت، عبرت‌اندازی از حیات قهرمانان محسوب می‌یابد. شروع از آغاز ماه مارت ماهنامه قهرمانی تاجیکستان بخشیده به میرزا ترسنزاده آغاز یافته در دانشگاه و فاکولتет‌ها تشکیل و برگزاری سلسله همایش‌های علمی و تربیوی و معرفتی به راه مانده می شود. سنه 11 مارت در فاکولته سیاست شناسی و مناسبت‌های بین‌المللی کنفرانسی علمی عملی در موضوع قهرمانی تاجیکستان شاعری توانا میرزا ترسنزاده با جلب وسیع عالمان و دانشجویان فاکولته برگزار گردید. در کنفرانس پروفسور عطاخان سیف‌الله‌یف درباره حیات و ایجادیات قهرمان تاجیکستان میرزا ترسنزاده معروضه نموده راجع به پهلوهای مختلف حیات و ایجادیات شاعر ابراز نظر نمود. تاکید گردید که میرزا ترسنزاده همچون فردی فرهنگی فعال و مبارز، ترنمگری غایه‌های صلح و دوستی و شاعری توانا در تشکل غایه‌های ملی، حس بلندی وطن دوستی و رشد فرهنگ و معنویات تاجیکان نقش مؤثر دارد. می‌نویسم من سرودی صلح را با خون دل، با تپیدن‌های بی‌آرام روزافزون دل، تا یراق تیز گردیده به دست دوستان جنگجویان را کند شرمنده روی جهان. من برای همین هم ترسنزاده تمام حیات خود را به حفظ صلح، امنیت و دوستی خلق‌ها بخشیدند تا که در روی جهان آرامی حکمرانی کند، تا که خلق آسوده‌حالان زندگی به سر برد، تا که ایجاد کند جهان پیش رود. من این خیلی شخصیتی بودند که یگان سخنشان در هوا نمیماند، هم در تاجیکستان، هم در مسکو، هم در مملکت‌های خارجی. باعث تذکر است که برگزاری این گونه محفل و چهاربینی‌ها در دانشگاه بهره بلند برداشتن سطح دانش محصلین مساعدت نموده در قلب آنها حس محبت و صداقت به وطن، ارجح‌گذاری به تاریخ و فرهنگ ملی، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی را تربیت می‌نماید.